تو مدیتیشن ما چون میخوایم با فکرامون در ارتباط باشیم، سعی میکنیم یه چیزی بین بمونیم، یعنی نبریم غرق بشیم تو فکر. همین که میخوایم از این جسم هم یه فاصله بگیریم. بخاطر همین میگیم که اگه خیلی احساس کردید که غرق دارید میشید، میتونن بلندشن، راه برن، یا پاتون خواب رفت میتونید پاتون رو ماساژ بدین و مشکل نداره پوزیشنتون رو عوض کنید. فکر نکنید آخ الان به هم میخوره. میتونید خارج بشید، چند تا نفس عمیق بکشید، دوباره برگردید به صدایی که من گاید میکنم. بعد تنفس هامونو با توجه به اینکه من شماها رو نمیشناسم، بعضی ممکنه یه مشکل تنفسی رو داشته باشن، مشکل تراما ممکنه با نفس عمیق چیز بشه. من معمولا یکی دو تا بیشتر نمیگم نفس عمیق بکشید، بعد با تنفسه معمولی نرمالتون به جلو. ولی تنفس نرمالتون شکمی باشه، یعنی اینکه از راه بینیه فقط و شکمی، که بچه ها همه میدونن، یعنی از سینه نفس نمیکشین. بچه ها نگاه کنین از شکم نفس میکشن، ولی ما بعدها میریم روی تنفس های سینه ای. تنفس شکمی باعث میشه طول عمر میشه، آرامش بیشتر میشه. از بینی میدیم، شکم میاد بیرون. حالا میتونید مکس کنید، میتونید پشت سر هم ادامه پیدا کنه. توی بیرون دادن تو بازم شکم میره داخل. فکراتون هم که گفتم گوش میدید و گاید رو دنبال میکنید. هیچ کاری لازم نیست بکنید، فکر اومد بهش کاری ندارین. لازم نیست حتما هدفی داشته باشین که من نباید فکر کنم. خودتون رو رها میکنید و حالا الان میگم که چجوری آماده بشید. توی راحت ترین حالتی که هستین بشینین. ممکنه اونایی که توی خونه هستن رو زمین نشسته باشن. اگه رو زمین نشستین سعی کنین یه بالش پشت باسنتون قرار بدین طوری که زانوهاتون به پایین باشه. اینجوری بهترین حالتیه که به زانوهاتون فشار نمیاره. و سعی میکنیم ما توی مدیتیشن یه حالتی بشینیم، به خصوص الان که میخواین گاید بشینین، که نه خیلی راحت باشین که خوابتون ببره، نه خیلی سخت باشه که نتونید راحت باشین. اونایی که روی صندلی نشستن، پاها کف پاها رو زمین، دستها هر طور که راحت هستین روی زانوها، روی رونها. سعی میکنیم دستها و پاها خیلی باز و راحت باشه. ببینید خودتون پیدا کنید راحت ترین حالتی که نشستین. یه ذره میتونید راکینگ کنین چپ و راست و سعی کنین استقرار پیدا کنین. صندلی زیرتون رو، مبلتون رو حفظ کنین. چجوری؟ برای مشاهده ویدیو کامل به لینک ویدیو اصلی مراجعه کنین. تو مدیتیشن ما چون